شما دوستان عزیز، من یقین دارم که آگاه هستین از سفر آقای دکتر عبدالله با آقای عطا محمد نور در عربستان سعودی. اگر ما بگویم که به احتمال اغلب منظور عربستان دعوت عطا محمد نور بوده و دکتر عبدالله ضمنی رفته، ما فکر میکنم که اشتباه نکردیم. در واقع سفر عطا محمد نور در عربستان نشان میده درجه حراس و دلهوره عربستان سعودی و هم پیمانهای ازوره از جنگ در سوریه. احتمال داره شدت حملات روس در سوریه امی عربستان و شرکایش با این فکر انداخته باشه که جنگ باید از سمت شمال افغانستان با او طرف دریای آمو و به طرف ایران هرچی زودتر سوق بتن و اینا میفهمن که اگر به طرف شمال هم سوق بتن باید از سر تاجیکا تیر شوند و اگر به طرف غرب هم انتقال بتن. اینا میفهمن که خریدن تاجیکا آسان نیست و در هر طرف که بره تاجیکا احتمالا اینا را اجازه نمیده. برای پاکستان و عربستان آسان است که ده ها هزار و حتی صدها هزار پشتون از او سون سرحد اجیر کنن و بدوانن طرف افغانستان، اما پیش از اینکه اینا در ایران برسه و در تاجیکستان، ازبکستان و روسیه یا در سمت شمال درگیر یک جنگ بسیار وخیم میشن و اگر در این زمان روس ها و ایران بخواهد که در سمت شمال مداخله کنه و اینا را تسلیح کنه، در اینجا طالبان از بین میره یا امی جواسیس پاکستان عربستان و در عین زمان امی تلک را که یا میخواستن سوار کنن یا امی دام را که یا میخواین بشانن بر ازوا بر علیه خودشان بازی میشه. بنابراین ما فکر میکنم که بعد از 20-25 سال شبکه جاسوسی عربستان به این فکر شده که ما مردم سنی افغانستان در مجموع کار داریم، تنها پشتونا را نه، باید کلش بخریم. تا حال اینا کوشش میکردن که پشتون بخرن و متاسفانه یک تعداد زیاد هم خریده بودن. حال در این فکر هستن که تاجک بخریم، به خاطر از این که بعد از 20-30 سال اینا متوجه شدن که جنگ با تاجک‌ها، بخصوص تاجک‌های سنی، برای ازیا بسیار صدمه رسانده و به آینده احتمال عزیز که به نهایت زیاد صدمه برسانه. چرا جنگ در افغانستان در اگسه رسیده که بسیار آسان میتونه چین داخل جنگ شه، این داخل جنگ شه، ایران داخل جنگ شه و روس داخل جنگ شه. بناهن اینا میخواین تاجکا را از مارکت بیرو بکشن، برای روس، برای ایران، برای چین، برای هند بفهمانه که تاجکا هم از ماست، ما خریدمشانه. آیا ما پریشان از این هستم که اینا میتونن عطا محمد نور بخرن؟ به هیچ وجه نه. ما از شناخته که با عطا محمد نور دارم ما ایره میفهم که عطا محمد نور خریده نمیتونن. اما آیا رفتن از اینا در عربستان درست بود؟ کاملا درست بود. ما بسیاری وقتا از طریق برنامه کوشش میکنم که مشوره بتم. عطا محمد نوری از کسایی نیست که ما برش مشوره عطا بتم در این قسمت. ما کاملا اعتماد دارم که آقای نور در اینجا فریب نمیخوره. چیز دیگه که ما شایسته تبصره میدانم اینی کلپه یا پاکستانیان زما طالب، زما مجاهد، زما افغان ولس بیا بې ځای نشي استعمالولی. زه به انشاءالله د بولدک په دروازه کې وتکشنم، بیا به دا ورته وایم ستا چل مکر دوکه به دې بیا دې خوا ته نشي راتېرېدلی. زه ستا سره مقابله کوم، زه ستا د اټوم مقابله کوم، زما ایمان ستا مقابله کوي، زما ایمان د اټوم ماته کړی تا به ماتوي. تر ټوله ذلیله خلک په دنیا کې زموږ دښمنان هغه پاکستانیان دي. تر ټوله ذلیله خلک په دنیا کې زموږ دښمنان هغه پاکستانیان دي. دفعه اول است بعد از این همه سال که طالب حداقل ما اینجا یک طالب دیدیم که سرمی من نمیشرمم. یگان دفعه مردم میگه آقا یار والا ضد پشتون است، یکی دیگهش میگه ضد اسلام است. ما ضد پشتون نیستم. این نفر پشتون ملا منان نیازی و این معاون ملا رسوله و اینا کلش طالباست، یک بخش از طالباست. اینی نفر یک آدم هوشیار معلوم میشه. همین مذاکرات صلح گلبودین میگه ما تایید نکرده بودیم به خاطر ما مشکوک بودیم
ایره پاکستان برای انداخته بود که خلاف ما در داخل کابل یا داخل افغانستان در طول همین چند روز صورت گرفته. این تمام پروپاگاندای است که جناب جانب مقابل ما تحت سرپرستی هیبت الله در داخل کابل و در داخل قطر مذاکرات صورت داده و هم به نام عبدالمنان بوده و این توکیر اونا و پشت ما تمام کردن. پاکستانی‌ها تبلیغات علیما کردن، یک پروسه صلح دیگه که تحت نام آقای حکمتیار داخل کابل برای انداختن. او پروسه صلح هم پاکستانی‌ها او را به شعور خود به دست خود او برای انداختن بودن. خب ما به خاطر از که همین صلح، همین پروسه صلح که از طرف حکمتیار از طرف پشاور و پاکستان میایه برای ما مشکوک بودیم، ما تایید از این نکردیم. همین صلح، همین پروسه صلح که از طرف حکمتیار از طرف پشاور و پاکستان میایه برای ما مشکوک بودیم، ما تایید از این نکردیم. ما نمیخواهیم که در این طور پروسه شامل شویم یا او را تایید کنیم که واقع از اون ما نفهمیم. ما دستایی که گیرهایی که پشت آقای حکمتیار و پروسه صلح تا اسلام آباد بسته است معلومات ملت ما نداره. ما میخوایم تمام گیرها باشه، ما میخوایم تمام معلومات گرفته شود که تا اونجا تو کدام منافع رو تعقیب میکنی. راست میگه، کاملا راست میگه. امی گلبودین کثیف را که امی حکومت گنده کتش صلح کرده، شما یک روز از شنیدین که یک کلمه ای زده پاکستان بگویه چرا ما با این گنده ها صلح کردیم؟ سعی کنین، اینی طالب بوده. ما یک دفعه از این دروازه پشاور یک دفعه زده شدیم. ما در طول 25 سال از این تشکیلی که داخل پشاور گذاشته شد ما زده شدیم. پروسه صلح ما مکانیزمی که ما به خاطر صلح داخل افغانستان داریم است که ما برای تمام وطن خود، برای تمام دولت مدار وطن خود، برای تمام مسلمانان و مجاهدین که داخل وطن زندگی میکنن گفتیم صلح کلمه مقدس است. ما طرفدار صلح هستیم تحت چوکاتی که تمام دنیا خصوصا دولت افغانستان، خصوصا مردم ما مراعات نظام اسلامی را و قطع رابطه با تمام خارجی‌هایی که نیت استعمار سر وطن ما دارن، اگر همسایه است اگر غیر همسایه است. این دو وقتش ما یار اگه گیر میکنیم باید میکشتیم. مگه امروز اینی هموطنهای ما بعد از سالها که در تحت قیادت آیسای کار کردن بالاخره متوجه شدن. حالا که متوجه شدن استاد شدن بر علیش. حالا در این حکومت نامده که بیا تیز پیسه بده که ما بیایم نوکری تو را کنم. این میگه اینمی حکومت هم که اینمی گلبودین که یک جای شده ای کلگیش جاسوس پاکستانه. ما از امی خاطر کتازیا صلح نمی کنیم. اینمی دفعه اوله که ما یک طالب هم میخوایم در آغوش بگیرم بگویم جان جور طالب حداقل همی تو یک دلیل میتی که اگر ما کت تو یک جای هم نشیم حداقل یک احترام برد بکنیم، حداقل دو نزنیم تا. اگر ما کت گلبودین صلح کردیم چرا 10 سال پیشتر از او کت اینی ملامنان کت اینی ملا رسول صلح نکردیم؟ اگر کت از او یک دفعه صلح کردیم چرا کت از یا 100 دفعه صلح نکردیم؟ یا ضد پاکستان هستن یا تمام توطئه های پاکستان میفهمن و بر علیش صاد شدن. ما خودم یعنی آقای ملامنان، هر کس که خودت هم میشناسه امی ویدیوی مرا برای خودت و برای ملا رسول بده. ما منایس یک آدم روشن فکر، منایس یک تاجک، منایس یک فارسی زبان، ما در تمام این میگه پایت همراهیت هستم. ما کت خودت میتونم در یک سنگر استاد شوم. ما با نظرات افراطی مذهبی شما موافق نیستم. ما خودم اسلام میفهمم و خدا کنه که ما یک روز بتانم همراه شما بشینم امیر ما و شما گپ دیم مثل امی ملای کودن نباشیم که مردم کشته بریم لا اله و الله اکبر گفته بریم. نه، ما میتونیم دین اسلام برای آرامش مردم، برای صلح، برای دوستی، برای برادری استفاده کنیم. یعنی ما امیدوار هستم که همین مردم روشنفکر و شما یک توجه کنه. این به این معنا نیست که حالا ما کل گپا دیگه حل شد. دوتا خب پاکستان هر کس میتونه یک دو کلمه گپ خوب یاد بده رایی کنه ما کل ما او را قبول کنیم. نه، یعنی ما باید شما را ببینیم که عملا چی میکنین. اولا می اساکر ما که در دست طالبا افتیده که من نمیفهم کدام بخش طالباست یا باید نجات داده شود. این را باید شما نجات بدین. اگر پیش شما سینا باید اله شوند. دیگه ای که شما کتمی حکومت گنده صلح نکنین، ما و شما میتونیم این حکومت چپه کنیم. ما و شما میتونیم در 1 سال دیگه یک گروپ زیاد مردم با هم یک جای کنیم، از هر قشر مردم و این حکومت سرنگون کنیم و عوض از یک حکومت ملی در افغانستان جور کنیم و نظرات کل خدا اینجا بمانیم، جمع کنیم،
یک عد وسطش بگیریم و مملکت خود برای آرامش پیش ببریم. فراموش نکنین که فردا شنبه 22 اکتبر ساعت 12 ظهر با وقت کالیفرنیا ما برنامه زنده دارم. شما میتونین در اینجا در ab.org برین، در بالا نوشته شده لایف تیوی، او را فشار بتین، تلویزیون ما چالان میشه. یا ایست که اگر در فیسبوک ما هستین، اگر نیستین اینجا برین لایک کنین شفیع عیار پیج، ایره که لایک کنین باز در بالا نوشته شده لایف استریم یا لایف تیوی، او را دکه بتین، تلویزیون ما چالان میشه. نمره تلفن ما می باشه، برای 1 ساعت ما برنامه زنده دارم و شما میتونین که نظراتتان، پیشنهاداتتان، انتقاداتتان و کدام دعوایی که دارین در اوجه شریک بکنین.